پس بیگذار کسی شما را برای خوراک و نوشاکی یا در مسئله عید یا نوماه یا شنبه محکوم نکند. اینها سایه چیزهای آینده است، اما جسم از آن مسیح است. کسی شما را به واسطه خاکساری و عبادت فرشتگان از پاداش محروم نکند، در صورتی که وی به چیزهایی که ندیده است مداخله می نماید، از عقل جسمانی خود بیهوده می بالد. اینها رابطه خود را از سر بدن بریده اند، از سری که تمام بدن به واسطه بغمها و بندها قوت حیات بخش گرفته و پیوست گردیده نشأ و نما می یابد به نشأ و نمایی که از خداست. اگر شما با مسیح نسبت به عناصر جهان مرده باشید، پس چرا مثل آنهایی که در جهان زندگی می کنند فرایض نرس، نچش، دست نکو را پیروی می نمایید؟ در صورتی که آنها پس از استعمال فنا می شود، زیرا بر احکام و تعلیمات انسانی بنا شده است. همه این در عبادت خودسرانه، خاکساری و آزار جسم به نظر حکمت می نماید، لیکن در جلوگیری کردن جسم فایده ندارد.